سلام سلام، چطورین؟ چند روز نبودم، دلتون برام تنگ شده بود مگه نه؟ خب امروز اومدیم با یه ویدیو به عنوان اینکه ببینیم کدوم خواننده چقدر فالوور داره و فالووراش فیکه یا واقعیه. اولین خواننده شادمهر عقیلی. خب 11.2 میلیون فالوور زده. حالا بریم ویوهاشو ببینیم. 58 82 26 76. شما چی فکر میکنین؟ من میگم واقعیه. خب بریم خواننده بعدی. میشه اقبالی. خیلی دوستش دارم، از اون خواننده هاست که به نظر من صداش فوق العاده است. 5 میلیون فالوور. حالا بریم سراغ ویواش. 1.5 661,000 تا. 1.7 1.2 785. من میگم با تمام احترامی که برای داریوش جان قائلم فیکه. خب خواننده بعدی آقای صدا ابی. 12.1 میلیون. حالا بریم ویوهاشو ببینیم. 1.1 670,000. 1.4 844,000 تا. خیلی تابلو فیکه ابی جان، خیلی تابلو. خب خواننده بعدی کسی که این روزا خیلی طرفدار زیاد پیدا کرده، موینزت. خب 3.3 میلیون دنبال کننده. حالا بریم ویوهاشو ببینیم. 535,000 تا. 1.3 751,000 تا. 1 میلیون. این هم فیکه، خیلی تابلو آخه. خب خواننده بعدی نصرالله معین عزیز که به نظر من صداش خیلی ملکه است. 5.1 میلیون دنبال کننده داره. حالا بریم سراغ ویواش. 1.8 3 میلیون. 2 میلیون. 10.8 2.9 2.2 1.5 3.5. خب به نظر من واقعیه. خب خواننده بعدی همایون شجریان. همایون شجریان 5.1 میلیون دنبال کننده داره. 2.5 10.1 5 میلیون. 4.7 2.3 1.5 1.5 6.1. خب به نظر من که اینم واقعیه. به نظر شما کدوم خواننده فکر میکنین فالووراش واقعیه و کدوم خواننده فالووراش فیکه؟ شما هم تو کامنت ها برام بنویسین. مرسی، خدافظ.